سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه و آماده باشین برای یک تمرین فوق‌العاده. تمرین امروز پرفشار هست روی پایین تنه. یه سری حرکات ترکیبی و پیچیده داره که آسون شدهش رو میگم خدمتتون که بتونیم انشالله همه با هم دیگه همراه باشیم. میریم برای گرم کردن بدن. پا رو از جلوی بدن یه نیم دایره بکش به سمت پهلو. چشات در باغ سبز ببر بشکنی خودت بیا درد چشات به سرم بیا درد چشات به سرم آخه عاشقم اونا سابیدم سبیرم اونم پا رو عوض کن. همین حرکت رو میخوایم از سمت عقب اجرا بکنیم. پا رو از عقب بیار به سمت جلو. برم عقب. پا رو از عقب چرخش ران حول محور لگن. پا رو عوض کن. یک گام خیلی کوچیک. پنجه پا رو بردار بذار به سمت عقب. با عقب بردن باسن تنه رو موازی زمین کن، برگرد بالا. یه قدم برم عقب‌تر. هدف کشش عضلات پشت پا. پشتت خمیده نباشه. دست‌ها رو هم میتونی میکس کنی برای گرم کردن بالا تنه. پا رو عوض کن. یه پات رو خم کن، به سمت عقب کیک بزن. اگه حفظ تعادل توی این حرکت برات سخته، اینو کنار دیوار یا یه مبل تک نفره انجام بده که دستت رو به عنوان تکیه‌گاه نگه داری که تعادلت خدای نکرده به هم نخوره. پا رو عوض کن. همین ابتدای کار شکمت رو بکش داخل، دم و بازدم. توی همین حرکتی که پا به سمت عقبه، پا رو بیار به پهلو، باز کن، برگردون عقب. به اصطلاح یه نیم دایره با زانوت رسم میکنی توی هوا. پا رو عوض کن. تو رو میخوام اینجوری نکن با من، هی دوری نکن با من، این شوخی خوبی نیست، من بی تو میمیرم واقعا، اینجوری نرو سخت
یه پای صاف شده رو از پهلو بده به سمت عقب و برگردون. به سمت عقب کامل نیست. یه زاویه اوریب با خط باسنت و پات ایجاد بکن. یه زاویه تقریبا 45 درجه. توی تصویر منو میبینی. امیدوارم تونسته باشم منظورم رو بهت برسونم. یه زاویه اوریب عوض کن. اگه نوک پنجه پات رو به سمت خارج بگیری عضلات درگیرت بیشتر میشه. حالا این حرکت صرفا حرکت گرم کردنیه. بسیار عالی. الان بدن آمادگی کامل برای شروع سوپر ست های اصلی رو داره. میخوایم با هم دیگه حرکت اسکات رو بزنیم. یه حرکت ترکیبی هست. حرکت اسکات رو با هم دیگه اجرا میکنیم و بعد میریم بلافاصله حرکت پشت پا و ساق پا. اسکات اولی که میخوایم بزنیم یه حرکت ترکیبی هستش. اسکات پا جمع. اسکات رو میزنی، یه پای راست رو برمیداری، میذاری یه قدم به سمت راست، مجددا اسکات میشینی. 6 تا از راست، 6 تا از چپ. اگر برات زیادیه یا سخته فقط اسکات پا جمع رو میتونی بزنی و با ما همراه 12 یا 10 تا بسته به صدای بدنت اسکات رو بزن و امیدوارم لذت ببری. آماده میشیم؟ 3 2 1. بلند بعد تو خونمونم شده مثل یه زندون که قفل دراش دور میزی که چیده بودم دیجی حمید خارج. سویش کن. هر دفعه جا زدی واسه تو بود و نبودم فرقی نداشت. تو اتاقی که خاطره داری نیستی دیگه سرد هواش فقط منم کردی. شاید فکر کنی منو ادب کردی ما جفتمون غلط کردیم ولی انو فکرم من کردی. آخر یه استراحت کوتاه داشته باشین تا من حرکت دوم خدمتتون آموزش بدم. حرکت پشت پا رو می‌خوایم ما هم دیگه انجام بدیم. دمبل ها رو تقریبا نزدیک بدن نگه دار. با عقب بردن باسن دمبل ها رو بیار تا زیر زانو، برگرد بالا، برو روی ساق پا. آماده؟ 3 2 1. 10 تا. که به خاطر همه کندم سری نمیدونی راحت پات منو میکنی تو قلبت بسری شدی مسکنه دردا آین حال خرابم رو ندی سر تویشم رفتم نمیدم به کسی دیگه رو علکی بزن از اون حرفا که این دل عاشق خوب بردی تو شدی مثل خون تو را دام آخر دمبل ها رو بذار زمین. یه استراحت کوتاه، نفس گیری. آماده میشیم برای اجرای ست دوم. توی حرکت دوم میتونی از وزنه پا هم استفاده بکنی به عنوان اضافه بار بیشتر. از ست دوم و سوم اضافه بار رو اگر میتونی داشته باش. آماده میشیم برای حرکت اسکات پا جمع. 3 2 1. واسه تمنه همیشه این آدم بدونت دیگه آدم نمیشه. میدونم من و تو مثل سنگی ما شیشه ولی باز دل من دوری تالیش دیجی حمید خارج. نظر ها بیاد داخل. حدت رو کنترل شده و جون دار انجام بده. عوض کن. منم مثل تو خسته زاده مثل میدورم مسکن قلبم مراقبتم من تو فکر تو هر شب آخری میزنه نبزم مسکن قلبم
آماده میشیم برای حرکت پشت پا به اضافه ساق پا. آماده؟ 3 2 1. یکی بالا پایین میکردم تا جایی که یک سر ترسم میومدم ای دستاتو بگیرم سردشو بگیری و گرمتو کنی من توی بالاترین نقطه که میرسی هوا که خارج میشه سعی کن انقباض رو به حد اکثر خودش برسونی. آخری یه استراحت کوتاه در حد نفس گیری و میریم برای اجرای ست آخر. میتونی توی این ست از کش مینی لوپ هم برای اضافه بار بالای زانوت استفاده بکنی. حالا من هم استفاده میکنم برای بچه هایی که دارن بدونن چجوری استفاده کنن برای فشار بیشتر. همطور که تو ویدیوهای قبلی هم گفتم کش 4 انگشت بالای زانو قرار میگیره. آماده میشیم. اگر بدنت این اجازه رو بهت میده اضافه بار رو دمبلت رو سنگین‌تر کن. آماده؟ اسکات پاجم. از اینجا تا دم دردم بری دلشوره میگیرم فقط تو فکر این عشقم عوض کن. محاله پیش من باشی برم سرگم میخوریشم میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم تو هم مثل منی انگار از این آخری آماده شو برای پشت پا به اضافه ساق. برو روی ساق. همینطور که میبینید چند تا ویدیوی اخیر دیگه ما مهمون ناخونده داریم. مهمون ناخونده همون هم بدون اجازه وارد ویدیو میشه و از ویدیو خارج میشه چون تازه راه افتاده. خیلی شوق و ذوق داره که اوکی تونستیم این سوپر ست عالی رو برای تقویت عضلات پایین تنه با هم دیگه انجام بدیم. لطفاً آب بخورید، آماده بشید تا من سوپر ست بعدی رو خدمتتون آموزش بدم. سوپر ست بعدی هم مجددا یه حرکت ترکیبی هست، توضیح میدم خدمتتون. اگر یه توضیحی که بدم بچه‌هایی که حالا تازه تمرین رو شروع کردن یا به اصطلاح مبتدی هستن، حرکت کرسی لانگ هست. یه پا رو برمی‌داری میذاری پشت پا، توی برگشتت به بالا کیک میزنی، پا رو به سمت بیرون باز میکنی. حرکت تعادلی هست، لطفاً کنار دیوار این حرکت رو انجام بده که اگر حالا چنانچه تعادلت به هم خورد خدای نکرده آسیب نبینی. ولی حالا یه توضیح هم بدم خدمتتون، حرکت‌های ترکیبی به همین نسبت که انفجاری باعث رشد عضله و بازسازی عضله میشه، به همین نسبت اگر اشتباه انجام بشه یا خدایی نکرده تعادلت به هم بخوره احتمال آسیب رو برات دوچندان میکنه. آماده؟ 3 2 1 کرستی کیک. که دشمن و تنها اگه یه روز این به تو گوش من صدا کنه دوباره
دوباره باز غمت بیاد عوض کن. که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم. حرکت بعدی که میخوایم با هم دیگه بزنیم، گفتم بهتون سوپر ست های اول و دوم شامل 2 تا حرکته. حرکت دوم ریورس لانگ هست، لانگ به عقب. یه پا رو برمی‌داری میذاری عقب، قبلا هم تو ویدیوها انجام دادیم، میشینی به سمت عقب و بلند میشی. هشت آخری سویچ کن پا رو. سر نوشتم بی بهونه پا گذاشتی اما تا قایقم از من و دلم گذشتی. نکته‌ای که توی حرکت لانگ باید بهتون توضیح بدم، موقعی که شما میایید به سمت پایین این نکته رو فراموش نکنید، زانو از پنجه پا قرار جلوتر بزنه. اگر این اتفاق براتون بیفته احتمال آسیب دیدگی زانو رو بیشتر میکنه. لطفاً به این نکته توجه داشته باشین. و یه موضوعی که بخوام بهتون بگم، چون اکثر بچه‌ها توی حرکت لانگ و اسکات مشکل دارن، موقعی که میخوای بلند شی با فشار پاشنه پا به زمین نیرو وارد کن. اجازه بده پاشنه، انگشت کوچیکه پا و شست پا به زمین فشار وارد کنه و تو با فشار اینا بلند بشی. حالا چه تو حرکت اسکات چه تو حرکت لانگ، حتما اینو ملکه ذهنتون داشته باشین، خیلی کمک کننده است براتون. آماده میشین برای اجرای ست دوم از کرستی. ست دوم و سوم همینطور که همیشه بهتون گفتم بعدن آمادگی اعمال اضافه بار رو داره. 6 آخری سویچ کن. آماده شو برای حرکت ریورس لانگ. حین تمرین حتما آب بخور، حین سوپر ست ها آمادگی داشته باشی. نفس بگیر و شروع کن. اگر آمادگی رو برای شروع نداری میتونی استراحت کنی، تعداد ست ها رو کمتر بزنی. 8 از هر طرف. سویچ کن. عالی. یه ست دیگه با هم دیگه این سوپر ست رو انجام میدیم و میدیم سراغ حرکت بعدی. امیدوارم این پمپاژ خونی که من توی پایین تنم، عضلات پایین تنم احساس میکنم شما هم داشته باشید. منکر این نیستم که این حرکات یه سری دردهای عضلانی براتون ایجاد میکنه، ولی نگران این موضوع نباشید. تا درد و تخریبی نباشه قطعا رشد هم نخواهد بود. آماده میشیم. همونطور که بهتون گفتم ست سوم رو میتونی از دمبل استفاده بکنی. برای اضافه بار بیشتر وزنه پا داری میتونی از وزنه پا هم استفاده بکنی. فقط لطفاً تعادلت رو حفظ کن.
این فاصله بگیرم که شما لطفا حرکت رو بزنید. پیشنهاد من اینه که شما حرکت رو بزنید 6 تا دونه برای سمت مخالف هم اجرا بکنید. آماده بشین که با هم دیگه ریورس لانگ رو بزنیم. چون حرکت خطرناکی هست، من ترجیح دادم که این حرکت رو شما به تنهایی اجرا بکنید. آماده میشیم برای حرکت ریورس لانگ. اینجا بشین بمونید. آماده اید؟ با وزنه اجرا میکنیم. بدن خمیده نباشه به هیچ عنوان، بدن رو هل نده به سمت جلو. همینطور که بهت گفتم پاشنه پا نیرو وارد کنه. 3 تا آخره. جون دار بزن. سویچ کن. آفرین، باریکلا به شما. این تمرین رو با این سوپر ست های سنگین تونستیم با هم دیگه انجام بدیم. حتما آب بخور، بدنت رو همیشه بهتون تذکر میدم لطفاً این نکته ملکه ذهنتون بشه. سعی کنید بدنتون رو دهیدراته نگه دارید. همونطور که استراحت میکنیم به من نگاه کنید لطفاً تا من تک حرکت آخر رو آموزش بدم خدمتتون. حرکت بعد حرکت RDL هستش، یه حرکت بازم تعادلیه. میخوای اگر نمیتونی، برای بچهای مبتدی اول اینو بگم، اگر به هر علتی نمیتونی یه حرکت رو انجام بدی، همین که مثل حرکت گرم کردنی اول پات رو یه گامی بزرگتر بذار عقب، با عقب بردن باسنت برگرد به سمت زمین. برای بچه‌هایی که میخوان با من همراه باشن، همزمان که باسن میره عقب تنه میاد جلو، یه پا رو از عقب صاف کن. قبلا هم تو ویدیوها اینو با هم دیگه انجام دادیم. آماده بشیم، انتخاب کن که از این 2 تا ورژن کدومش رو میخوای اجرا بکنی و موقعی که بدن صاف میشه پا میاد زانو بلند، پا میاد به سمت بالا. اسم حرکتم حالا برای بچه‌هایی که میخوان تخصصی یاد بگیرن RDL و نی آپ. آماده؟ من پامو میذارم زمین، متناوب پاها رو عوض میکنم. تو هر جور که دوست داری رو بدنت بهت اجازه میده. مجبورم یکم بیام جلوتر که پام به دیوار برخورد نکنه. امیدوارم زاویه دوربین بتونه حرکت صحیح رو بهت نشون بده. نی آپ. اگر داشتن کفش توی اجرای این حرکت مانع از اجرای صحیح حرکت میشه، کفشت رو در بیار. چون خود داشتن کفش یه جورایی توی برهم زدن تعادل تأثیر گذار. حالا من از ست دوم برای که هم صدایی با شما باشم کفشم رو در میارم. 2 تا دیگه. آب بخورید، آماده بشیم که 2 ست دیگه این تک حرکت رو انجام بدیم و بریم سراغ یه سری حرکات کششی برای تقویت عضلات پایین تنه. آماده؟ 3 2 1.
اگه مثل من بچه کنارتونه حتما حواستون رو بدین بهش که خدایی نکرده اتفاقی برای خودتون یا بچه نیفته. یه دونه دیگه. آفرین. یه ست دیگه مونده از این تمرین که با هم دیگه اجرا بکنیم و تمرین امروز رو با یه سری حرکات کششی به آخر برسونیم. آب بخور، آماده شو برای آخرین اجرا از تمرین امروز. اگه تعادلت به هم نمیخوره تو این ست از وزنه پا هم میتونی استفاده بکنی. آماده؟ یکی دیگه. آفرین به همه ما که تونستیم این تمرین نسبتاً سخت رو به اتمام برسونیم. میریم برای گرم کردن و حرکات کششی بدن. یه دستت رو ببر بالا، با یه دستت رانوت رو بکش، پات رو یکم باز کن تا روی پات کشیده تر بشه. پات رو عوض کن. روی پات رو تا جایی که میتونی بکش. پا رو باز کن. کشش بیشتر جلوی ران. آروم پات رو رها کن. پاشنه پای چپ رو بذار جلو. دو تا دستت رو بذار روی پای راستت. با عقب بردن باسنت خم شو به سمت جلو. کشش عضلات پشت ران و ساق پا. آهسته بیا بالا، پات رو جمع کن. عوض کن پا رو. بیا بالا آهسته. پای راستت رو بردار بذار پشت پای چپت، خم شو به سمت پایین تا جایی که میتونی خودت رو به زمین نزدیک کن. هیچ الزامی نداره که حتما مثل من دستات رو به زمین برسونی. اگر نمیتونی دستت تا زیر زانوت هم بیاد کفایت میکنه. آهسته بیا بالا، پاهات رو عوض کن. بیا بالا. تو حالت اسکات سومو تا جایی که میتونی خودت رو به زمین نزدیک کن. سعی کن پشتت رو صاف نگه داری. دستات رو به زمین برسون. واسنت رو بیار بالا و نگه دار. آروم بیا بالا. پاهات رو جمع کن. بهتون تبریک میگم. یه تمرین دیگر هم ما امروز تونستیم با هم دیگه انجام بدیم و به انتها برسونیم. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین و لطفا منو دنبال بکنید. خدا نگهدار.